قطعا پدرش حاج عبدالله و مادرش و کل خانواده و همه طلاب و مدرسین و مجموعی مرکز حفظ خمیر و مجتمع دینی خمیر و کل مجموعه خانواده ایشون بودن. محمد امین کنعانی دیگه اسم کوچکش برده نمیشد، میگفتن حافظ کنعانی. علم شده بود وقتی میگفتن حافظ کنعانی، یعنی خودش کل منطقه. و این امتحان خداوندیش سبب شد که دیگه آوازش و اون صوت دلنشین با تلاوت قرآن به آفاق برسه. حتی فارسی زبانانی که تو آمریکا هم بودن صدای تلاوتش شنیدن و اون کلیپ رو شنیدن و احساس هم عاطفگی و هم متقاضی دعای خیرش بودن و هم درود میفرستادن بر این همتش و همت پدر و مادرش. واقعا هدیه خداوندی بود. زندگیش پر از درس و عبرت بود، مرگش هم پر از درس و عبرته. ایشون وقتی آمدن مدرسه حفظ خمیر، خب این دار و تحفیظ پله داره، پلهش هم باریکه، خود بچه ها باید بتونن کارهای روزمرهشون رو انجام بدن. اول جواب رد بیشون دادن، گفتن تو خب دوتا پات ناقصه، نمیتونید کارهای روزمره تو انجام بدید، برید بالا لباسات بشورید، میدونم فلان ظرفات، برید از پله ها بالا بیاید پایین. نپذیرفتنش. بعد ایشون اونقدر مصر بودن که اینجا باید حضور داشته باشه. این که انسان دو تا پا نداشته باشه چه مانعی میشه. این درس بزرگی به ما داد که انسان خواسته های خوبش دنبال بکنه، با اصرار دنبال بکنه، با سماجت دنبال بکنه، با قاطعیت دنبال بکنه. اذا عزمت فتوکل. این راه تردد و دودلی و شک نیست. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیاور در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه یله. بالاخره ایشون عزمش رو جزم کرده بودن و همچنین خانوادهش. بهش گفتن تو پا ندارید، مایوس نشد که خب بابا میگن تو پا ندارید پس دیگه اینجا پذیرفته نمیشید و منو برگردون خونه. نه، من پا ندارم، دل که دارم، عقل که دارم، هوش و حواسم که هست، مناط تکلیف که دارم، میتونم کتاب خدا، کلام خدا رو دریافت کنم، زبانم که سالمه. حالا پا نداشته باشم، دست نداشته باشم، سبحان الله. گفت به من 2 ماه فرصت بدید، 2 ماه منو فرصت بدید، منو آزمایش بکنید. تو این 2 ماه اگر تونستم خودم رو نشون بدم منو بپذیرید. انصاف دیگه. اگر نتونستم خودم رو نشون بدم، شما هم چه عذر منو بخواید. 2 ماه به من فرصت بدید. تو این 2 ماه واقعا چه همه رو ما تو مبلوغ کردیم و یه حساب روش باز کردم بعد از خداوند که واقعا آوازه مدرسه حفظ و مدرسه علوم دینی، مجتمع علوم دینی شهرستان خمیر، آوازش تو امروز تو همین حافظ کنعانی بود. یک آوازه عجیبی به مدرسه حفظ و حفاظ داد. هر جای صحبت از حافظ کنعانیه، صحبت از مرکز حفظ خمیره، صحبت از مجتمع دینی خمیره، صحبت از طلاب و مدرسین خمیره، صحبت از بزرگان خمیره. یک طلبه فقیری که همتون میدونید زندگی متوسط به پایین چه چیزی سبب میشه که الان زور خبر وفاتشو دادن، مردم از کل منطقه مثل نور و ملخ شتزیایی شهید شده، یا یکی از علمای مدرسه منطقه
یه حافظ فقیری بوده، یک دانش آموز فقیری بوده. خب ما صدها حافظ داشتیم اینجا حافظ شدن رفتن. چقدر تجار مردن بعضی موقع. من سراغ دارم که تاجری فوت کرده بود تو منطقه، زنگ زدن به 10 تا زنگ زدن که کسی پیدا بشه نماز روش بخوره، کسی نبود. 10 تا ماشین نبود. ولی امروز هنوز خیلی از مردم باخبر نشدن. چه چیزی به انسان ارزش میده و بها میده؟ این کلام رب العالمینه. بعد خداوند اونجا با 2 تا پا بالاخره آزمایشش کرد، بلکه پا نداشت ولی از همه اونهایی که سالم بودن پا داشتن سریعتر میدوید به سوی خدا. کسی از نگاه خدا و رسول خدا فلج معلول پاش که به طرف حرام حرکت بکنه، اون پا فلجه، اون پا معلوله، اون دست معلوله که حرام بده و حرام بگیره. اما کسی که اینطوری میدنه به سوی خدا، اون پا مانعش نمیشه. سبحان الله، حرکتش و دویدنش به سوی خدا و کلام خدا و راه خدا الگویی بود. ما با وقتی تو رمضان چند استفاده میکردیم، تو ختم تراویح مسجد حاجی یوسف سورو می آمد اونجا همه رو به وجد می آورد. صدای ایشون ما رو تکر میداد. من خیلی دوستش داشتم. من باید تبریک بگم به پدرش، به آقا سید، به آقا سید، به مسئولین، به همکلاسی‌هاش تبریک بگم. مردن که برای همه است. تسلیت برای انسان‌های مرده میگم، به خانواده‌هایی که مرده دارن، این که نمرده. 30 جز قرآن تو سینه‌ش. یعنی سرمایه معادل این هست. باید تبریک بگم که بچه‌ای که گناه نمی‌فهمید. از زمانی که چشمش باز کرده بود توی مرکز حفظ بود، بعد حافظ شد، بعد آمد معدل دولتیش 20، معدل حفظش 20، معدل دینیش 20، اخلاقش 20، ادبش، تواضعش، همه چیزش 20 بود. بچه پا نداشته باشه، این همه شاکر خدا باشه، خانواده‌ش رو سربلند بکنه، مجموعه رو سربلند بکنه. تو امتحان اول موفق شد، تو امتحان دوم هم که وقتی نزدیک به 1 سال بود که درگیر این بیماری و بیماری خودش رو نشان داد، دوباره سربلند شد. یادم وقتی که دیگه شیمی درمانی شروع شد، یه پیام تشکری برای همه کسانی که چه با دعا چه با حمایت مادی معنوی چه حالش میپرسیدن، همه پیام تشکری داد و ازشون تشکر میکرد و براشون دعای خیر میکرد. انسان‌های اصیل قدرشناس هست و میگفت خدا به شما جزای خیر بده که من عاجزم. بهترین مکافأه. خدا رحمتش بکنه و فردوس اعلی نصیبش بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الماهر فی القرآن مع السفرة الکرام البررة. سبحان الله. بخاطر همین به پدرش میگم تبریک بهت میگم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی که مهارت در کلام رب العالمین قرآن داشته باشه، همراه سفرا یعنی فرشتگان و ملائکه پاک و گرامی چه گرانقدر رب العالمینه، با اونها داره پرواز میکنه. وقتی که جعفر رضی الله عنه 2 تا بازوشو قطع کردن، علم رسول الله صلی الله علیه و سلم دستش بود، خبر شهادتش به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الان جعفر خداوند 2 تا بازو و 2 تا دستش داد برای خداوند 2 تا بال فرشتگی به او داده و الان در ملکوت داره پرواز میکنه. جعفر طیاره. اینم الان مثل برق میدن به سوی فردوس، اونجا هست. فقط این
جسدش پیش ماست. الگویی باشه برای همه ما که دست و پامون سالمه، امکاناتمون فراهمه، همه چی برامون مهیاست، همه امکانات داریم، باز در جا میزنیم. الگویی باشه، میگم درسی و تحولی که تو این عزیز ما هست نزدیک به 1 سال دست و پنجه میکرد جز کلمه شکر چیز دیگه و همونجا تلاوت. جا داره من تشکر بکنم از همه عزیزانی که همدردی کردن، همراهی کردن، حمایت کردن.